می‌خواهید که سالم باشید و سالم زندگی کنید، پس از پیروی از ریجه خواب و خوراک غذای رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده کنید. در حقیقت عایشه رضی الله عنها می‌فرماید هیچگاه به سری رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدت 2 روز هیچگاه جو نخورده بود. عادتاً آنها از غذای از جو تیار شده استفاده می‌بردند. رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی می‌خواست کربوهیدرات و یا پروتئین استفاده کند، تنها از چیزی استفاده می‌کرد که جو بود، نه در هر حالت. خوراک رسول الله صلی الله علیه و سلم غذاهای ارگانیکی بود. او خرما می‌خورد، آب می‌نوشید و شیر تازه می‌نوشید. نفری بود که از نعمت‌های الله متعال لذت می‌برد. سرید را دوست می‌داشت. غذایی که پر از گوشت بود و روی نانی که روغن داشت اضافه می‌کرد. علاقه زیاد با شوربا داشت. سبزیجاتی که مورد استفاده رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند این کدو و بادرنگ است و در حدیث نیز تربوز ذکر شده است. او گوشت را دوست می‌داشت و این دلیل برای استفاده زیادی آن نیست. زیرا عایشه رضی الله عنها می‌فرماید که بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و خانواده‌شان بعضی از وقت‌ها استعمال گوشت میسر می‌گردید. در حدیث صحیح بخاری می‌فرماید با مدت 2 ماه خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم روشن نشده بود، چون در این مدت 2 ماه هیچ چیزی برای پختن غذا وجود نداشت. 2 ماه همه غذای ما طول 2 ماه تنها خرما و آب بود و گاهی خوراک ما نیز شیر میشد. به همین دلیل وقتی آنها گوشت می‌داشتند رسول الله صلی الله علیه و سلم از استعمال گوشت لذت می‌برد. اما عایشه رضی الله عنها در یک حدیث دیگر شرح می‌دهد که گوشت همه وقت به آنها میسر نمی‌شد. از همین لحاظ رسول الله صلی الله علیه و سلم گوشت را دوست می‌داشت. در همین حدیث ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها می‌فرماید هیچگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم 2 روز پرره تا از دنیا رحلت کردنشان خود را با جو سیر نکرده بود. پیامبرمون صلی الله علیه و سلم شخص پرخور نبود. سر و سموار با عجله نمیخورد و نمینوشید. شخصی بود که نفس گرفته آب مینوشید. او شخصیتی بود که به ما آموزاند تا بعد هر یک نوشیدن آب نفس گیریم. معده را باید به 3 قسم جدا کنیم. یک قسم برای تناول غذا، یک قسم برای آب و سومین برای گرفتن نفس. او شخصی بود که به غذای سالم میل میکرد. هیچ وقت تنها غذا نمیخورد. و یک نکته مهم این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم در تناول غذا در بین جامعه آداب خاصی داشت. و حدیث وجود ندارد که هیچ زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم غذای را در تنهایی تناول کرده باشد و با دیگران همراه نشده باشد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم با دستهایشان غذا می‌خوردند و این دلیل وجود نداشتن ظرف در آن وقت نبود. در حدیث وجود دارد که با ظرف‌ها نیز خوراک می‌خوردند. سبب این بود که دستان مبارکشان از نوع لذت برخوردار بود. رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آموزاند که خوراک را پف نکنیم، یعنی سرسومه نشویم تا سرد شدن خوراک صبر نماییم. او با ما آموزاند که نفر خوراک را پیشکش نماید باید آخرین شخصی باشد که از آن تناول نماید. این یک نوع احترام است که باید آگاه باشیم که اول دیگران را خورانده و نوشانیم و بعد قضای حاجت خود نماییم، یعنی خود را سیر نماییم. وقتای وجود دارد که رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما آموزاندند که تا از خوردن و نوشیدن پرهیز کنیم. هر روز دوشنبه و پنجشنبه روزه بگیریم. روزهای 13 و 14 و 15 ماه هجری روزه بگیریم. و البته ماه رمضان و بعضی از روزهای مخصوص که به مثل روز عاشورا در ماه محرم الحرام است. مقصد اساسی بر رفتار و کردار خوب رسول الله صلی الله علیه و سلم در بین مردم دلالت میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما آموزاند که اکثریت بیماری‌ها وابسته از غذای ماست، مثل که از حد زیاد خوردن و هر چیزی که در پیش داری تناول کنی. موافق حدیثی که یکی از صحابه ها رضی الله عنه روایت شده است میگوید هیچگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم تا سیر شدنشان نمیخوردند، هیچگاه اذیت زیاد نمیخورد، نوابسته از اینکه خوراک جوی بود یا گوشتی. اگر در مهمانی بود رسول الله صلی الله علیه و سلم کمی از عادت زیاد میخورد، ولی غیر از این حالت هیچگاه به سری چیزی نمیخورد. و شما 3 آیات از قرآن میآورم که مرتبه رسول الله صلی الله علیه و سلم را نشان میدهد. الله متعال میفرماید كلوا واشربوا ولا تسرفوا. بخورید و بنوشید اما اسراف نکنید. الله متعال میفرماید
وجعلنا الليل لباسا والنهار معاشا. шабро вақти оромӣ ва истироҳат ва рӯзро барои дайруфтирист омода сохтем. Танаввули ғизо дар шаб ба одатҳои Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам дохил намешуд. ин одати мардуми ирӯза аст. ва сеюмин ояте ки Аллоҳ таъоло мефармояд: وجعلنا من الماء كل شيء حي. ва ҳамаи мавҷудоти зиндаро мо аз об офаридем. мо бояд об зиёд бинӯшем. ва дар ҳадиси саҳиҳи дигар Расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ва дар он рӯз шумо аз неъматҳои дар зиндагӣ доштед пурсон хоҳед шуд. Пайғамбармон саллаллоҳу алайҳи ва саллам мефармояд: شربة ماء بارد في يوم حار. ва яке аз беҳтарин чизе ки истифода мекард ин нӯшидани оби хунук дар ҳавои гарм буд.